و گورستان نظر کردم صباحه، بدیدم ناله و فریاد و آهه، بدیدم کله بر خاک میگفت که این دنیا نمی ارزد به کاخه. سلام علیکم دوستان عزیز، در قبرستان قرار داریم و فراموش نکنید که یک روز نه یک روز جای ما انا همینجا. برای همین گاه اومده یک از خیش اقربا حد والد و والده ها خبر گیره. تشکر زیاد. قبرستانی که معروف به قبرستان کلیل میگن در همینجا قرار دارد. ما اومدیم برای زیارت. تو یک فاتحه میکنیم و فساد میرویم بغندی دوشنبه. دیدنی های نوماتی ما از قبرستان. عاقبت منزل ما وادی خاموشان است، خالی و غلغله در تربت افلاک انداز.